درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 18 آگوست است و من طاهری سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. ولادیمیر زلنسکی و همپیمان‌های اروپایی او در واشنگتن با دونالد ترامپ سرنوشت آینده اوکراین را بررسی می‌کنند. هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. آیا فقط با دستور می توان محیط زیست و کوچه و خیابان ها در تاجیکستان را پاکیزه نگه داشت؟ بحث در این باره در کشور همچنان زیاد است. پروبلم های موجود امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچون یک شهروند به عمل آمده است. چرا امسال آب انبار نارک هنوز هم پر نشده است؟ آب کم در نیروگاه مهمترین تاجیکستان به معنی تأمین کمتری مردم با نیروی برق است. شروع میکنیم از یک خبر وابسته به مهاجران کاری در روسیه. ممکن است از سال آینده دیگر به مهاجران کاری در این کشور اجازه ندهند که مثلا در مغازه یا دکان کار کنند. بر علاوه این شاید دیگر مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران کاری تاجیک را در ساختمان‌های روسیه کمتر به کار بگیرند. با همین مقصد وزارت کاری روسیه طرح یک قرار در این زمینه را تهیه کرده است، چون گفته است می‌خواهد اول مردم خود کشور با جای کار تامین شوند. اما حالا این فقط طرح یک قرار است و معلوم نیست که دستگیری می‌یابد یا نه. کامرسیاتا گزارش می‌دهد. روسیه می‌خواهد که فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواسته است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال 2025 تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل در روسیه در سال 2026 نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایین آورده شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، ارنبورگ، سمر، تور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر میگیرند. از جمله در ولایت امور کار مهاجران در استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها و تعمیر ماشین و تجهیزات و بیطاری پرره محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم درآوردن کار خارجیان می‌دانند، برخی از منتقدان ادامه مهاجرستیزی می‌پندارند. روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در نیم سال اخیر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شده است که محدودیت‌های زیادی را برای مهاجران کاری در این کشور جاری نمودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز به شهر واشنگتن رسید و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. بر اساس برنامه بعد از ملاقات با زلنسکی، دونالد ترامپ با رهبران اروپا هم دیدار خواهد داشت که برای دستگیری زلنسکی به ایالات متحده سفر کردند. جزئیاتی بیشتر درباره این گفتگوهای سرنوشت‌ساز برای اوکراین در گزارش است که همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین می‌پیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح با روسیه را هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه واخوردند تا حمایت خود از موضع‌گیری زلنسکی را هماهنگ کنند. هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند. پیشتر از این در روز جمعه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در الیاسک واخورد. او بعداً در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اوکراین باید از نیمجزیره کریم دست کشد که روسیه سال 2014 اشغال کرده بود. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند.
در عوض اوکراین باید از قلمروهای وسیع در شرق دست کشد و جنگ در جبهه‌های دیگر را قطع کند. روسیه 51 قلمرو اوکراین را تحت نظارت دارد، از جمله 31 ولایت دونتسک را که سال 2014 به آن وارد شده بود. عین زمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت سعی و تلاش برای ادامه گفتگوها ادامه دارد و افزود که هر دو طرف باید گذشت‌هایی کنند. و همچنین افزود اگر روسیه و اوکراین آماده نباشند امریکا صلح را با زور به آنها بار کرده نمیتواند. همپیمان‌های زلنسکی سخت امیدوارند که ملاقات نوبتی مثل دیدار او و ترامپ در ماه فوریه نمی شود. در آن وقت دونالد ترامپ و معاونش جیمز دیوید وانس رئیس جمهوری اوکراین را در مظهر عام سخت تنقید و به بی‌احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. زلنسکی روز یکشنبه بعد صحبت با اورسولا واندر لین رئیس کمیسیون اروپا گفت جبهه‌های فعلی جنگ باید اساس برای گفتگوهای صلح باشد. رئیس کمیسیون اروپا و رهبران ایتالیا و فنلاندیا نیز به واشنگتن سفر می‌کنند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مسئله جمع‌آوری پرتوهای معیشی و بدبویی که گاز زیر خانه و نزد حوله می‌بینید هر سری چند وقت داغ می شود و چند پیش هم شد. سبب هم یک نوار در شبکه‌های اجتماعی بود که در آن دیده می شود یک کوچه دراز به پرتوگاه تبدیل یافته است و کسی هم ظاهراً پروای پاکاری آن را ندارد. همکار ما در دوشنبه امیر ایسایف و با جزئیات بیشتر گزارش می دهد. این موسیقی را ببینیم بیچاره مردم زندگی کردن نمیتونه. ببین تو جای 3 ماه شده یکم کس جای اهمیت نمیده. اینجا چند بار روزه سوزوندن پژارش کردن هیچ نکی موسیقی با پژارکی و با سوزوندن تمام نشده است. این نوار چند پیش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به بار آورد. مسئله تازگی محیط زیست چنان نگران کننده شده است که در نشست خبری اخیر دادستان کل نیز بررسی شد. حبیب الله واحدزاده با کارمندانش سپارش داد که چنین وضع بناهای نزد فیلارمونی دولتی را سنجیده از برطرف کردن آن گزارش دهند. وضع بعد جلسه همراه انمی کس میبروی خدا دارم فرمای گنرالسکی خطی رفته ای پیش با چشمتانم جوره میبینی و با من به خبرش میرسونه که چی گپ است چی حالت است نوبار صحبت میکنی کارگروتام رئیست نظارت عمومی پر از خفاض رو افزایش بی‌سابقه بلند آشیانه‌ها، نوسازی کارخانه و مؤسسه‌ها باعث غرم شدن هم پرتوهای ساختمانی، هم پرتوهای سخت معیشی و هم زباله‌های پلاستیکی می‌گردد. سید احمد اکرمپور کارشناس مسائل اکولوژی بر این است که مردم باید معرفت زیست محیطی داشته باشد، زیرا پاکیزگی اطراف به آنها بستگی دارد. مشکلات پرابلم‌های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچون یک شهروند به عمل آمده است که من نمیتوانم همون چیزی همون پرتوی که مثلا همون قطعه پرتوی که در دستم هست بعد استفاده بردنم همون رو در جای‌هایی که مقرر گردیده است در آنجا جایگیر نمایم. این احوال نه تنها در پایتخت بلکه شهر و شهرک و ده و دهکده‌های دوردست هم به مشکل پیچیده است. جمشید تبرزاده رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی خبر داد که در رفع آب‌های پرتو کار برده ایستادند و مشکل دهه‌ها را نیز چنین شرح داد. حاضر در مجموع 15% جمهوری تاجیکستان با کانالیزاسیا پیوست می‌باشد. این هم همون بسیارتر در نظر دارم این 15% با مرکز شهر نویا راست میاد. مرکز شهر نویا راست میاد و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هست. ما کاربری کرده استادیم لایحه‌ها را آماده میکنیم. فعال زیست محیطی زلفیا گولوبова پیشنهاد میکند که برای حل مسئله باید زیرساختارهای جمع‌آوری جداگانه پرتو راه‌اندازی شود. یعنی زباله‌های معیشی سخت، کیمیایی، پلاستیکی و صنعتی جداگانه جمع‌آوری شده به ضرر گردانده شوند. Те заводы, которые есть на территории Таджикистана, они, к сожалению, это
آن کارخانه‌هایی که وجود دارند برای کارکرد دوباره پرتاب کاملا ناچیز هستند. من می‌دانم که پرتاب‌های پلاستیکی را کارکرد کرده از آنها لوله آب می‌سازند. از کارکرد دوباره کاغذ و کارتون، کاغذ تشناب و دستمال استحصال می‌کنند. ولی این کفایه نیست. زیرا ما از موادهای پلاستیکی خیلی بسیار استفاده می‌بریم. از این رو کارخانه بزرگ محض برای کارکرد پلاستیک لازم است. Поэтому нужен большой завод именно по переработке пластика. طبق امور رسمی برآوردن زباله‌های سخت معیشی در شهر دوشنبه تا سنه 1 ایول سال 2025 260,000 متر کوبی را تشکیل داد. کارخانه‌های آب و کوریز و رفع آب‌های پرتاب تابع کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی واقع در شهر و ناحیه‌های مملکت در جنبست فعالیت 6 ماهه اول سال 2025 زیاده از 12 میلیون متر کوبی زباله برآوردند. ولی وضعیت نشان می‌دهد که این کم است. مقامات تاجیکستان میگویند مجرای آب به آبانبار نورک منبع اساسی نیروی برق کشور مثل سالهای پیشین نیست. اگرچه ماه سوم تابستان هم سپری می شود، اما سطح آبانبار به حد نهایی خود یعنی بلندترین سطحی لازم نرسیده است. کم جمع شدن آب بدان معناست که تیر ماه زمستان خانه‌های مردم و مؤسسات در تاجیکستان کمتر با نیروی برق تامین می شوند. گزارش محمود جان رحمتزاده در همین باره است. سطح آب در آبانبار نابی نورک بزرگترین نیروگاه برقی آبی تاجیکستان 6 متر از حد ضروری پایان‌تر است. با گفته رهبریت نیروگاه با فرا رسیدن ماه سوم تابستان هم آب تا حال پورا جمع نشده است. در تجدید همه این اگریگات با سال 2032 ایواد کرده شود. حالا که ما 2 اگریگات را ایواد کردیم و ماه نوامبر دکامبر با اگریگات 3 ماه داریم. تجدید چی می‌دهد؟ ویکتور نیروگاه با 30,000 مگاوات رسیدگی بود سال 88. با سالهای طولانی این نیروگاه با 9 اگریگات بزرگ در جنوب تاجیکستان جایگیر است و اساساً در دوره شوروی بنیاد شده است. از سال 2019 کارهای تجدید آن آغاز یافتند. با جای اگریگات‌های فرسوده تجهیزات نو نصب کرده می شود. تا امروز 2 اگریگات نو به فعالیت شروع کردند. امروز ساعت 12:00 یعنی ما حساب بیروزه را میگیریم در سطحی 225 قرار دارد، یعنی که 6 متر از 5 متر دیگه موندگی. سال گذشته یکی از اگریگات‌های تجدید شده با اشتراک پرزیدنت به استفاده داده شد. با گفته مسئولین تجدید نیروگاه با زیاد شدن تولید برق مساعدت خواهد کرد. با وجود این نارسایی آب در آبانبار مایه نگرانی است. در فصل تابستان تاجیکستان عادتاً برق کافی تولید می‌کند، اما در تیر ماه زمستان کمبودی نیرو به مشاهده می‌رسد. اگر ذخیره آبی کافی تا آن زمان تامین نشود، احتمال دارد که مردم باز به محدودیت برق روبرو شوند. خود رهبریت نیروگاه هم 6 ماه قبل این را اعتراف کرده بود. آنها گفتند که تا سال 2027 به استقلال کامل برق خواهند رسید. و تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت‌های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریزان در روسیه ترکش به عمل آمد و اول گفته می‌شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیدند. معلوم نیست که در بین آنها شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب حادثه به گفته مقامات روسیه ظاهراً رعایت نکردن قاعده‌های امنیتی هنگام کار با ماده‌های خطرناکی ترکنده بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و هم صفحه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید همه بدانند پس به ما بنویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.